لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. جناب مولانا، ابتدا سوالها را از برنامه سوالهای از طریق SMS به دستمون رسیده برنامه را آغاز میکنیم و این هم هست که اولین بیننده پرسیدند اگر در دوره نامزدی مرد چند دفعه بگوید که ما باید جدا شویم یا حتی قسم بخورد که فردا از هم جدا شویم اما این اتفاق نمی افتد، حکمش چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بحث طلاق، یعنی در هنگام طلاق دادن برای اینو توضیح دادیم که روش صحیح جناب مولانا ببخشید با عرض پوزش بینندگان عزیز یک مشکلی پیش اومد، مشکل فنی. لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان علی عبد الله. الله اکبر. بارز پوزش مجدد خدمت بینندگان عزیز به خاطر نقص فنی که پیش اومد. جناب مولانا سوال دوباره تکرار میکنم. اگر در دوره نامزدی مرد چند دفعه بگوید که ما باید جدا شویم یا حتی قسم بخورد که فردا از هم جدا شویم اما این اتفاق نمیافتد، حکمش چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کردم که دوران نامزدی دو تا معنی داره. یعنی با توجه به فرهنگی که مردم دارن، در برخی از فرهنگ ها وقتی میگن که دوران نامزدی هست یعنی این که دختر و پسر با همدیگر عقد کردند. وقتی که عقد کردند یعنی زن و شوهر همدیگر هستند و تمام احکام زناشویی و محرمیتی که در بحث ازدواج هست برای طرفین در واقع ثابت می شود و احکام دیگری که در این زمینه هست. و اما در صورتی که نامزدی صرف قول ازدواج باشه، یک فردی رفته یک جایی که بالفرض اگر ما خواستگاری بیاییم شما قبول میکنید، گفتم بله ما شما رو قبول میکنیم، اما بله صرفا خواستگاری بوده و هنوز عقدی خونده نشده و در حضور شهود و ولی دختر در واقع ایجاب و قبولی صورت نگرفته، این صرفا قول به در واقع ازدواج هست، وعده‌ای هست که دادند که این پسر را به عنوان شوهر دخترشون در واقع داماد خودشون قبول میکنن. اون که هیچ حکمی تعلق نمیگیرد، یعنی صرف یک قول و یک وعده هست که به یک جوانی دادند که ما تو را به عنوان داماد خودمون قبول میکنیم. هیچ گونه احکام شرعی بر این مترتب نمیشود، نه محرمیتی ثابت میشود و نه این که در واقع مهری لازم میشود و احکام زناشویی به صورت کلی ثابت نمیشوند. بالفرض اگر در اون دوران پسر طلاق بدهد، طلاق یه مواقع نمیشود.
زیرا که هنوز عقدی صورت نگرفته، ازدواجی صورت نگرفته. ولو اینکه با زبان هم بگوید که من تو را طلاق دادم، 3 مرتبه طلاق را واقع بکند، هیچ گونه طلاقی واقع نمی شود، زیرا که هیچ گونه عقدی و ازدواجی در واقع صورت نگرفته. این صورت اول هست. اما در صورت دوم که مراد از دوران خواستگاری و ببخشید نامزدی، یعنی این باشه که با همدیگر عقد کردند، عقدی خونده شده اما هنوز زفاف نشده، ازدواج نکردند، مراسم نگرفتند. در این زمان با این جمله‌ای که بیننده عزیزمون گفتند که من تو را یعنی جدا میشوم، من و تو از همدیگر جدا میشویم، فردا جدا میشویم، با این لفظ طلاقی واقع نمیشود. با این لفظ طلاقی واقع نمی شود و خود این که جدا می شویم هم صریح در باب در واقع طلاق هم نیست، یک بحث کنایی هست. ولو این که لفظ طلاق را به کار ببرد که فردا طلاقت می دهم، فردا می رویم محضر، من تو را طلاقت می دهم، با این که فردا طلاقت می دهم طلاق واقع نمی شود. حتما در لفظ طلاق باید طلاق با لفظ ماضی باشه، با لفظ گذشته باشه. یعنی این که شوهر به زنش بگوید که من تو را طلاق داده ام، اگر بگوید طلاق می دهم، طلاق خواهم داد، به هیچ عنوان طلاق واقع نمی شود. با این لفظی که بله فردا طلاقت می دهم، فردا از هم دیگر جدا می شویم، به هیچ عنوان طلاق واقع نمی شود. و بالفرض وقتی که این دختر و پسر با همدیگر تازه نامزد شدند، یعنی این که خلوت صحیحی صورت نگرفته، یعنی با همدیگر به تنهایی زیر یک صف قرار نگرفتند و همخوابگی نداشتند، در صورتی که بالفرض طلاق بدهد، یعنی در دوران نامزدی اگر پسر دختر را طلاق بدهد، یعنی این فقط یک طلاق واقع می شود، یعنی با یک طلاق از هم دیگر جدا می شوند، مجالی برای طلاق دوم و برای طلاق سوم نیست. قبل از دخول، یعنی قبل از همبستری، اگر پسر دختر را طلاق بدهد، با همون یک طلاق از همدیگر کاملا جدا می شوند و باین می شوند. اگر بخواهند که در واقع با هم زندگی بکنند، باید عقد جدید در واقع خونده بشه. اما اگر یعنی با همدیگر همبستر شده باشند و زفافی صورت گرفته باشه، در این صورت مرد صاحب 3 طلاق هست، یعنی طلاق اول و طلاق دوم رجعی هست، با طلاق سوم باین می شوند. این همون بینونه در واقع کبرا هست. اما اگر همبستر نشده باشند، با طلاق اول بالفرض اگر طلاق بدهد، بگید که من تو را طلاق دادم، صرفا همون یک طلاق میافتد و طلاق زن همین یک طلاق هست، یعنی با طلاق اول از هم دیگر کاملا جدا میشوند و نمیتوانند که دوباره با هم دیگر زندگی بکنند مگر اینکه عقد دوباره صورت بگیره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است که آیا مرد میتواند که با همسر خود در بستر تمام کارهای زناشویی را انجام دهد؟ همه کارها حلال است یا نه؟ در مورد یعنی حریم زندگی زناشویی محدودیتی وجود ندارد به جز 2 مورد رو که از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین از آیات قرآن کریم استفاده شده و صراحتا در قرآن کریم یکی از این 2 مورد اومده. مورد اول در حریم زندگی زناشویی و همبستری که حرام هست و خط قرمز هست و جز محرمات هست، همبستری در حالت عادت ماهیانه هست. زن و شوهر در حالت عادت ماهیانه نمیتوانند با هم دیگر در واقع هم بستر بشن، هم در حالت عادت ماهیانه و هم در خونریزی نفاس، یعنی خونریزی بعد از زایمان. حکمشون از نظر شرعی یکی هست. هم بستری جایز نیست به تصریح آیه قرآن که یسألونک عن المحیض، که سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد محیض، که حکمش هم این هست که در واقع قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، از زنان کناره‌گیری بکنید در این زمان، یعنی با اونها همبستری نکنید. و همچنین رسول الله صلی الله علیه، این مورد اول هست، یعنی مورد اول در حریم زندگی زناشویی این است که همبستری در حالت عادت ماهیانه، یعنی در حالت حیض و نفاس از نظر شرعی جایز نیست. بعد از این که زن پاک شد و غسل کرد، یعنی غسل حیض را و عادت ماهیانه را انجام داد، بعد از این زن و شوهر با همدیگر کاملا حلال هستند، می توانند که با همدیگر همبستری بکنند. منتها این حکم صرفا حکم همبستری هست، یعنی عمل زناشویی هست. بقیه موارد و مقدماتش هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و کاملا جایز هست.
مورد دوم در واقع لواط و همبستری از راه عقب هست که از نظر شرعی از دیدگاه تمام فقهای اهل سنت و الجماعت حرام هست و جز گناهان کبیره هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند کسی را که چنین کاری رو انجام بدهد و در این زمینه فرمودند که ملعون من اتی امرأة فی دبرها، اگر کسی با زنش این کار را انجام بدهد ملعون هست، یعنی نفرین شده هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این کسی را نفرین کرده و روایات زیادی در این زمینه که دلالت بر تحریم قطعی و 100% دارن در واقع وجود داره. غیر از این دو مورد را در یک حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع کردند و سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که نساؤنا ما نأتی منها و ما نذر، در مورد زندگی زناشویی ما چه کاری رو انجام بدهیم چه کاری رو انجام ندهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتق الحیضة و الدبر، این دو مورد رو پرهیز بکن، یعنی همبستری در حالت حیض و عادت ماهیانه و همبستری از راه عقب، این دو مورد خط قرمز هست، حرام هست. غیر از این تمامی موارد از نظر شرعی جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی ندارد، 100% جایز هست و تمام مواردی که بیشتر امروزه از اونها سوال میکنن غیر از این دو مورد عرض کردم که حلال هستند و بستگی به نظر و به سلیقه خود زوجین دارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی از طرف آقای نقشبندی است که پرسیدن شخصی که هم مرد باشد و هم زن، منظورم که دو جنسه باشد، وقتی که بمیرد او را مرد غسل میدهد یا زن؟ این مورد رو یعنی جمهور فقها نظرشون بر این هست در صورتی که محرمی داشته باشد محرم میتواند اون رو غسل بدهد. در صورتی که محرم داشته باشد یعنی از نظر شرعی همون کسی که محرمش هست اولاتر هست و حقدارتر هست که اون رو در واقع غسلش بدهد، فرقی نمی کند که محرم زن باشد یا اینکه مرد باشد. وقتی که یکی از محارمش، قطعا هر انسانی محرمی رو هم دارد، اون کسی که محرمش هست اون رو باید غسل بدهد. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان تمنا دارم که شماره بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن، شماره تماس را، و بینندگانی هم که میخوان تماس بگیرن از الان سوالاشون آماده باشه و لطف کنن که وقتی تماس گرفتن تماسشون وصل شد از طریق تلفن ما صحبت بکنن و منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه. بیننده بعدی پرسیدن که میخواستم بدانم حد نجاست چگونه است، یعنی چه مقدار از آن معاف است و اگر کسی عذری مثل مریضی داشته باشد که ممکن است برای رعایت حد نجاست مجبور شود مدام لباسش را عوض کند، آیا میتواند به خاطر این مریضی که دارد حد نجاست را رعایت نکند؟ در مورد نجاست یک دستور اکید اومده از جانب الله متعال و ثیابک فطهر که لباسهای خودت را پاکیزه بکن، یعنی طهارت و در واقع نظافت یک بخشی از ایمان و یک در واقع نصف ایمان شمرده شده در شریعت اسلامی و نماز با بدنی که نجس باشد یا با لباسی که نجس باشد جایز نیست و یکی از شرایط نماز هست که حتما باید فراهم بشود تا اینکه نماز در واقع صحیح بشود. نقطه اول در مورد کسی هست که چنین حالتی رو دارد که نمیتواند خودش رو در واقع پاک نگه دارد، به طور مثال بیماری دارد و نمیتواند وضوء خودش رو نگه دارد و ادرارش بدون اختیار در واقع خارج می شود، خطراتی از ادرارش. حکم چنین شخصی در مورد وضوعش این هست که معذور هست. این فردی معذور وقتی که ما میگوییم یعنی این که احکامش با وضوع انسان سالم متفاوت هست. احکامش با وضوع انسان سالم متفاوت هست. انسانی که سالم هست به محض این که یک قطره ادرار از اون خارج بشود وضوع شکسته، اگر در نماز باشد نمازش هم در واقع باطل هست، وضوعش و نمازش در واقع باطل میشوند، باید برای دوباره وضو بگیرد. اما کسی که اختیارش در دست خودش نیست، ناخودآگاه و بدون اختیار بعد از یعنی به مرور زمان کم کم خطراتی از ادرار و نجاست خارج می شود یا اینکه باد شکمش رو نمیتواند کنترل بکند، حکمش این است که این وضو نگیرد تا زمانی که وقت داخل می شود، به تعبیر وقتی که اذان گفته می شود که معمولا در اکثر جاها در همراه با دخول وقت در واقع اذان گفته می شود. وقتی که اذان گفته شد این فرد وضو بگیرد تا زمانی که نماز دیگر میاد. فرض کن وقت نماز ظهر وضو گرفته تا نماز عصر این انسان وضو دارد.
ولو این که در این میان در واقع قطراتی از ادرار خارج شده باشد، قطراتی از ادرار خارج شده باشد، باز هم هیچ گونه اشکالی ندارد برای این فرد، چون که معذور هست، وضویش کامل هست. وضوی این فرد با خروج ادرار نمیشکند، با خروج وقت میشکند. یعنی وقتی که نماز ظهر و وقتش تمام شد، وضوی اون در واقع شکسته، وضوش در واقع شکسته است و چون این شخصی برای هر نمازی باید جداگانه وضو بگیرد و در وقت اون نماز میتواند که نماز فرض یا نماز قضایی یا نماز سنت و نفل هر مقداری رو که میتواند جایز هست برایش که بخواند. این در مورد اصل وضوش. اما در مورد لباسی که در واقع آغشته به ادرار شده، تا جایی که امکان دارد این باید مراعات بکند، تا جایی که امکان دارد باید مراعات بکند. به طور مثال لباس زیرش رو مثلا عوض بکند، زود عوض بکند، یا اینکه دستمال کاغذی یا از موارد دیگر استفاده بکند تا اینکه لباسش آلوده نشود. تا جایی که برایش میسر هست این راهکارها رو و این تدابیر رو در واقع باید مد نظر داشته باشد. الان اومدیم از این فراتر، یعنی بالفرض مشکل یک فردی با این حل نشد، در این صورت اشکالی نداره، با همون وضعیتی که هست با همون وضعیت نماز بخواند. اگر این تدابیر رو جواب نداد، با همون وضعیتی که هست با همون وضعیت در واقع میتواند نماز بخواند و هیچ گونه اشکالی ندارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ انسانی رو فراتر از طاقت و توانش در واقع مکلف نکرده. درست. این یک مورد. مورد دیگر این که فرضاً این مورد زیاد نیست، قابل کنترل هست، یک باری دو بار، یعنی در روزی شاید یک بار دو بار سه بار یا مثلا کمتر و بیشتر امکان داره که قطراتی از ادرار یا نجاست بر لباسش در واقع اصابت بکند. این موارد رو باید بشوید. مواردی که در شستن اونها هیچ گونه حرجی نیست و زحمت و مشقتی نیست، پیوسته و همواری نیست، اینها رو باید در واقع بشوید. اما در مورد حدی که از نجاست معاف هست، حدی که در نجاست معاف است، به این معنی که در هنگام نماز قبلا عرض کردم که یکی از شرایط نماز این است که باید لباس پاک باشد. بسیاری از فقها یک حدی و یک سطحی از نجاست رو گفتند که این مقدار معافه. عموم فقها گفتند که در صورتی که نجاست قابل اجتناب نباشد، نجاست قابل اجتناب نباشد. و مثالی هم که زدن برای این مثال مانند این که فرض کنیم که مگسی بر روی نجاستی نشسته باشد و بیاد بر لباس شما بنشیند، یعنی مانند سر سوزن یا وقتی که مثلا به اندازه پای مگس وقتی که می نشیند آغشته به نجاست باشد، این قابل احتراز نیست، این قابل پرهیز نیست. گفتند این مورد جز موارد هست که معاف است. این قول عموم فقها است، قول عموم فقها است. اما در این زمینه یعنی بیشترین در واقع سهولتی که قائل شدن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که در مذهب امام ابو حنیفه در صورتی که نجاست غلیظه باشه، نجاست غلیظه باشه، یعنی مواردی که نجس بودنشون با دلیل قطعی ثابت هست، نجاستشون با دلیل قطعی ثابت هست، مثل در واقع ادرار که یکی از این موارد هست، مثل ادرار که یکی از این موارد هست که نجاستش در واقع با دلایل قطعی و 100% در واقع ثابت هست و هیچ کسی از علمای اهل سنت و الجماعت در این زمین اختلاف نظری رو ندارن. علمای احناف در این زمین مقدار 1 درهم رو معاف قرار دادن در صورتی که نجاست مخلظه باشه. عرض کردم که اصل بر این است که یعنی طهارت باشه، اصل بر این است که در هر حالتی و در هر شرایطی که انسان توانایی این دارد که نجاست رو و این از لباسش پاک بکند، اصل بر این است که پاک بکنند. اما اومدیم یک شرایطی پیش اومد که نمیتوانست که نجاست رو در واقع از بین ببرد. در فقه امام ابو حنیفه در نجاست غلیظه به اندازه 1 درهم یا به اندازه یک سکه پول که هست، سکه‌ای که هست، بین اندازه در واقع گفتند که معاف است، یعنی به اندازه گودی کف دست. اینو مثال زدن فقها، حتی در مثال قدیم هم که در واقع بسیار از فقها چون که یعنی تعاملی که داشتن با زندگی بیابانی و روستایی بوده، اون در واقع معمولا داخل پای الاغ یعنی قسمت دستش و قسمت داخلی این که به طرف بدنش هست یک در واقع لکه سیاهی هست که به اندازه 1 درهم است. بعضی از فقها در زمان قدیم اونو مثال زدن و فقهای بعدی به اندازه 1 سکه در واقع اینو مثال زدند که در صورتی که ممکن نباشد این جزء مواردی هست که معاف است. از موارد دیگری اگر باشد، یعنی اگر نجاست خفیفه باشد، این تو تفصیلی که عرض میکنم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست،
اگر نجاست خفیفه‌ای باشد در اون صورت ربع لباس رو معیار قرار دادند. ربع لباس رو وقتی هم که میگن ربع لباس منظوری نیست یعنی تمام لباس یعنی پیراهن و شلوارش، بلکه هر یک تکه‌ای از لباس رو یک لباس جداگانه حساب کردن. یعنی فرضاً که آستین خودش یک لباس هست، ربع آستین در واقع مورد یعنی وقتی که محاسبه میکنن این ربع این قسمت رو نه ربع کل لباس رو، اینو در نجاساتی که نجاسات خفیفه هست در واقع اینو گفتند که مثلا معافی نجاست خفیفه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اون مواردی رو میگن که با دلیل ظنی ثابت شده، مانند ادرار حیوانات اهلی، مثلا مانند ادرار گاو و گوسفند باشه که جزء حیوانات اهلی هستند، این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جزء نجاسات خفیفه هست. اگر ادرار در واقع حیوانات هست یک ربع لباس رو گفتند که معاف است و در صورتی که نجاست مغلظه باشد همون به اندازه یک سکه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع جزء نجاسات معاف شده است. اما همون گونه که عرض کردم تا جایی که امکان دارد و مشقتی برای انسان نیست باید سعی بکند که 100% لباسش و بدنش باید تمیز و پاک باشد. درست. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان آماده است و اولین بیننده رو بست کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سلامت باشین. علیزاده هستم از ایران. در خدمت شما هستیم. یه سال بسم خدمتتون. بستن چشم در هنگام نماز خوندن مشروعه یا خیر؟ بستن چشم. بستن چشم. سوال بعدی؟ سوال دوم این که بله؟ سوال دوم؟ اگه در رکعت دوم بعد سوره فاتحه یا در رکعت اول سوره دیگری خونده نشه آیا نماز باطله یا خیر؟ و اینکه آیا دعای یا مقلب القلوب ثبت قلب دینی یا دعای اللهم اینی اسألک حسن الخاتمه یا اینکه اللهم ارزقنی توبة نصوحا قبل الموت اینا رو تو سنت اومدی که تو سجده خوند یا خیر؟ آخرین دعا چی بود؟ بله؟ آخرین دعاتون؟ آخرین دعا؟ بله. 3 دعا خوندین دیگه. آخرین دعا اللهم ارزقنی توبة نصوحا قبل الموت یا اللهم اینی اسألک حسن الخاتمه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی دیگه تمام شد. تشکر میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ. لطفاً صداتون یکم بلند بکنید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام عرض کنم. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سجادالله القاضی خدمت حضرت صدات لازم کلیمو اعلام کردم برادر معلوم کنم مرتبی که ما یکم صداتون رو بلندتر کنید برادر گرامی. جانم. یکم صدا رو شمرده و بلند لطف کنید صحبت کنید. باشه میگم من کلیمو اهدا کردم برادرم. متوجه شدید؟ نه. میگم من کلیمو دادم به برادرم. به برادرت؟ من کلیه‌مو دادم به برادرم. دادن کلیه به برادر. آیا من خودم الان عذاب میکشم؟ آیا من گناه مرتکب شدم یا شرم داره؟ درست. تشکر میکنم. یعنی خودتون الان احساس عذاب میکنید یا مریض، یعنی احساس مریضی میکنید به خاطر این کار؟ درست. تشکر میکنم از شما. آیا من گناه مرتکب شدم شبای مرتکب نسوختم گره اینطور کردم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد چند سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ اجبار کردن گناه هست؟ اجبار کردن؟ بله. بر چه چیزی؟ خب یعنی کسی رو اجبار بکنه به کاری؟
شهوتشو با دست خودش. سوال بعدی؟ عصا گرفتن در حالت خودبخوانی چی حکم دارن؟ عصا گرفتن. بله بله عصا. سوالی بعدی خوب تکیه زده و وضو رو باطل میکنه؟ چه چیزی؟ خوب تکیه زده بله. وضو رو باطل میکنه؟ سوال دیگه دارین؟ یک خواهش دیگر داشتم. بفرمایید. من به نزدیکی به مهاجرت میروم، استاد مولانا عبدالقدوس دهقان خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. سلامت باش. سلام تشکر میکنم از شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام خدمت شما محترم دهقان صاحب. علیکم السلام. من فرید حبیبی است و سوال من در مورد است که اگر شوهر یک زن به مسافرت میره و گم میشه یا نادرک میشه، زن تا چی زمان باید منتظر از او بماند از نگاه شریعت؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه است که پیامبر صلی الله علیه و آله در ابتدا با کفش نماز میخوان بنا به احادیث. حالا چرا مردم با نماز یعنی منع شده یا نماز نمیخوانند با کفش و چی زمان انسان میتونه با کفش خود نماز بخونه؟ تشکر از شما. درست، تشکر میکنم. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. السلام علیکم آقای استاد قدوسی، استاد قدوس و شما همکار گرامی. در خدمت شما هستیم. شکرات و دیگه. می‌خواستم ببینم گوشت خرگوش با کارپا حلاله یا این که چه شوگردای خارپشت هست تا خار داره؟ بله. شوگرد به قول معروف. گوشت خرگوش و خارپشت می‌خواستم ببینم حلال است یا نه. بعدش هم می‌خواستم در رابطه با اعتکاف ببینم درسته یا نیست. اعتکاف کردن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. سلامت باشین. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید. بله صدای شما رو ندارم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بنده گرامی از طریق گوشی تلفن ما صحبت کنید. صدای شما رو ندارم. دو سوال داشتم. سوال اولتون از طریق گوشی با ما صحبت کنید. متاسفانه صدای شما رو ندارم. دوباره تماس بگیرین، انشالله که مشکل صدا هم حل میشه. فقط خواهش میکنم که وقتی که تماس گرفتین از طریق گوشی با ما صحبت بکنید که منتظر صداتون در تلویزیون نباشین. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ببخشید میخواستم سوال کنم که نام میلاد روی فرزند اگر کسی بگذاره از نظر شرعی اشکال داره اگر نه؟ میلاد؟ بله. سوال دیگه دارین؟ و سوال بعدی ما اینه که اگر در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر زن میان دو ابرو نور ور داره که ابرو فقط از هم جدا شه، آیا نظر شرعی در فقه امام ابو حنیفه مشکل داره اگر یا خیر؟ میان دو ابرو یعنی وسط دو ابرو مو رو برداره؟ بله وسط دو ابرو که ابرو از هم جدا شه در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای الهی عزیز در خدمت شما هستم. استاد بزرگم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نمی‌بینم. تازه اومدم. چرا آقای دهقان عزیز رو مهمان استاد
قدوس عزیزه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. قربان تو بگردم. من انشالله من که قابل نیستم این آخونده فداتشان بگذاریم. استاد شما رو حفظ سجده میشه. قربان تو بگردم در سجده ببخشید در سجده میشه دعای مثلا در موقع نماز فرض ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو خوند و قنا رو یک دومندش حاجی آقا این نماز وتر که همون فرکت آیا این با یک تحیات بخونیم یا با دو تا تحیات بخونیم یا با یه دونه فرکت رو. بعدش هم من خیلی معذرت میخوام استاد، خیلی ببخشید شرمندم میزنم این سوالو. در خونه که باز بالاخره قرآن هست کتاب مقدس، خیلی عذر میخوام مثلا باد معده از آدم خارجه گناهه یا نیست، دست گلتان درد نکنه فدای تو بشم. یه بحثم آجی آقا بعدا با هم دیگه داریم راجع به همین نصارا و یهود تا ایشالله در یک برنامه بعد. الهی من قربونت بگردم فدای تو بشم، خدا نگهدارت، برای من دعا کن. یک بحث دیگری رو هم قول داده بودید که یک بحث دیگری رو هم گفتی قبلا داریم و نمیدونم متاسفانه زنگ نزدید شما، اون بحث قبلی هم مونده. ظاهرا تماس قطع شد. انشالله هر دو بحث رو با هم میارن انشالله. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من شیما هستم، از هلند تماس میگیرم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من یه چند تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اولم راجع به نماز قضا شده. ما چی زمانی میتونیم این نماز رو به جا بیاریم؟ قبل از نمازهای واجب یا بعد از نمازهای واجب؟ نمازهای قضا با اقامت یا بدون اقامت؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی، من تو خانه سالمندان کار میکنم، بعد اینا غیر مسلمان هستن، بعد من برای پول این کارو نمی کنم، من برای فی سبیل الله این کارو میکنم. میخواستم بدونم آیا ثواب داره یا نه. سوال بعدیم، جایی که کار میکنم اونجا الکل هستش که باید هر چند دقیقه یه بار ما دستامونو بشوریم. آیا ما با این لباسی که تنمون هست اونجا میتونیم نماز بخونیم؟ چون هر چند دقیقه یه بار ما باید دستامونو بشوریم با الکل. درست. بس سوال بعدی من چی زمانی میتونم با آقای دهقان صحبت کنم؟ انشاءالله بعد از برنامه هم میتونین تماس بگیرین، یعنی وقتی برنامه تمام شد دوباره تماس بگیرین و میتونین صحبت بکنین با آقای دهقان. جزاک الله خیر، خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر میکنم شما. آخرین تماسی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. حضرت در وقت نماز تکبیر تحریمه دستا را به گوش بردن درست است یا که دستا را به کتف بردن درست است؟ کدامش درست است؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما. در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است.
اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جزو ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هرچه از آن برخوردار شده اید بهره زندگی دنیاست و آنچه نزد الله است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و ماندگارتر می باشد. آنان که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری می کنند و چون خشمگین می شوند گذشت و چشم پوشی می نمایند. و آنان که دعوت پروردگارشان را پذیرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است و از آنچه به ایشان داده ایم انفاق می کنند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. الحيرة
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که بستن چشم در هنگام نماز خواندن آیا جایز است یا نه؟ اصل در این زمینه این است که در هنگام نماز چشمها باید باز باشد و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم که نماز میخوندن ایشون لا یجاوز بصره موضع سجوده اومده، یعنی وقتی که نماز میخوندند نگاهش متمرکز بر جای سجده بود، فراتر از اون در واقع نمیرفت. یا مثلا در روایت اومده از حضرت عایشه اگر اشتباه نکنم نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که التفات در نماز در واقع یک نوع سرقتی هست که شیطان از نماز شما در واقع به سرقت میبرد، یعنی این طرف اون طرف نگاه کردن. اگر واقعا یعنی باید چشمها بسته بود، خب نگاه کردن این طرف اون طرف در واقع معنی نداشت. و همچنین در روایتی معروفی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که یک روزی دست خودشون دراز کردند که یک چیزی رو بگیرند و دوباره به اصحاب خودشون گفته بودند که شیطان اومده بود که نماز ما را در واقع خراب بکند، من دستم دراز کردم تا اینکه شیطان را بگیرم. از این روایت معلوم می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام نماز چشماشون باز بوده و منتها اگر در یک مورد خاصی باشه، مثلا یک کسی در یک جایی نماز میخونه که به طور مثال جلوی رویش مردم رفت و آمد میکنند و امکان داره که حضور قلبش از بین بره، حواسش پرت بشه، برای اندک زمانی میتونه چشم خودش رو ببنده یا نامحرمی از جلوی در واقع رویش رد شده باشه، جایز هست که برای چند لحظه چشم خود را ببندند. اما یعنی به این گونه که همیشه در هنگام نماز چشم ها را ببندند چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت نیست. درست، جزاکم الله خیر. در رکعت اول یا دوم نماز اگر بعد از فاتحه سوره دیگه خوانده نشه آیا نماز درسته؟ در نزد جمهور علمای اهل سنت و الجماعت و مذاهب اهل سنت یعنی ضم سوره در نماز سنت هست، یعنی اگر ضم سوره نکرد و اکتفا کرد تنها به سوره فاتحه در واقع نمازش درست است نزد جمهور علما. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ضم سوره یعنی این که شما یک سوره رو اضافه بکنید این رو در واقع جزء واجبات نماز میدونند، یعنی این که بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر کسی سوره رو ترک کرد، اگر عمدن ترک کرده باشه که نمازش باطل هست، یعنی حکم واجب این است که اگر عمدن دیده و دانسته یکی ترک بکند نمازش باطل هست و اگر فراموش کرد به جایش باید سجده سهوی را انجام بدهد. این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اما در مذاهب عموم اهل سنت و الجماعت جز سنت ها هست، اگر ترک شد نماز انشالله که اشکالی رو نداره، نماز باطل نمی شود. اما اولاتر و بهترین است که اگر ما میخوایم که نمازمون نماز کاملی باشه این است که باید تمامی آداب و سنن و واجبات و فرایض نماز را باید به صورت کامل ما مراعات بکنیم، زیرا که در قرآن در هر جایی که بحث نماز خوندن اومده الله متعال بحث اقامه نماز را داده، یقیمون الصلاة که نماز را اقامه میکنند یا اقامه بکنید نماز را. اقامه یعنی این که به بهترین وجه با بهترین و کاملترین صورت نماز را در واقع شما ادا بکنید. بهتر است که انسان باید تمام مواردی که سنت و واجب و فرض و آداب هستند همه اینها را در نماز مراعات بکند تا اینکه نماز در واقع تأثیر واقعیش را در زندگی انسان داشته باشد و ثواب کاملی هم انشاءالله که الله متعال نصیب همه من و شما بگرداند. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد دعاهایی که در سجده آمده مثل یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللهم انی اسألک حسن الخاتمه و دعای دیگه گفتن آیا این دعاها در سجده وارد شده از طریق سنت صحیح و کلا چه دعاهایی در سجده وارد شده؟ در این مورد روایت صحیح رو من به خاطر ندارم که این دعای یا مقلب القلوب را یا دعای دیگری رو که خواهرمون گفتن در اومده باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع در سجده خونده باشه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی، این ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که به کثرت اینو در اواخر عمرشون خصوصا در نماز میخوندن. اما در مورد یا مقلب القلوب روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشترین قسمی که میخوردن همین بود که لا و مقلب القلوب،
لا و مقلب القلوب. یا در مورد دعای یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک در این زمینه روایت اومده که حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ترمذی هم آن را آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار این دعا را می‌خواندند. کان یکثر من ان یقول، که زیاد این دعا را می‌خواندند که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. و اصحاب سوال کردند که یا رسول الله آیا مگر شما بعد از ایمان بازم بر ما یعنی خوف داری، یعنی بیم داری که این دعا رو مثلا به ما آموزش میدهی که این دعا رو ما بخوانیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قلبها در میان دو انگشت الله متعال هست، به هر طرفی که بخواهد اونها رو متمایل میکند. یعنی تا زمانی که انسان از دنیا نرفته و حسن خاتمش ثابت نشده احتمال داره که انسان در واقع منحرف بشود. به خاطر این هست که الله متعال به ما دستور داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو و قرائت فاتحه رو در واقع جز ارکان نماز کردند که ما در هر نمازی در واقع دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم. خب ما هدایت هستیم بر صراط مستقیم، یعنی ما بر صراط مستقیم قرار داریم چون که مسلمانیم، پیرو قرآن و سنت هستیم. اما تکرار این دعا به معنی این است که ما را ثابت قدم بدار بر صراط مستقیم. این دعا رو انسان باید بخونه زیاد. منتها تا جایی که من اطلاع دارم این روایتی رو من ندیدم که وارد شده باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سجده این دعا را خونده باشه. به صورت کلی جایز هست، ممنوعیتی نیومده. هر دعایی رو که انسان حفظ هست، دعای معصوری هست، میتواند که در سجده یا در حالت التحیات بعد از التحیات خوندن و درود خواندن میتواند که هر دعایی رو که بلد هست میتواند که بخواند. اما این که آیا جز سنت هست که این دعا در سجده خوانده بشود، چون این روایتی رو من به خاطرم نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کلیهشون را به برادرشون اهدا کردن و الان خودشون احساس مریضی میکنن. آیا این کارشون گناه یعنی مرتکب گناه شدن یا نه؟ مرتکب گناه نشدند. از نظر شرعی و دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت این است که عضوی را که جایگزین داره در بدن، عضوی را که جایگزین دارد، یعنی با یک کلی هم می شود که انسان زندگی عادی خودش رو داشته باشد، یا موارد دیگری که در بدن جایگزین می شوند مانند پوست که دوباره ترمیم می شود. این موارد را گفتند که هدیه کردنش به دیگران جایز هست. بحث هدیه کردن هست، اون بحث در واقع فروختنش نیست. هدیه کردن جایز است، چه به خویشاوندان باشه چه به یک فرد غریبه باشه. مواردی رو که زندگی انسان بر آن در واقع مبتنی نیست، یعنی این گونه نیست که اگر این رو هدیه بکند خودش در واقع مثلا از دنیا برود، مثلا قلبش رو هدیه بکند یا بیناییش رو به صورت کلی هدیه بکند که خودش یعنی این حاسه بیناییش از بین برود، چون این چیزی جایز نیست، نه فروختنش و نه هدیه دادنش. اما مواردی که در بدن که این در واقع یعنی جایگزین می شوند، یعنی اون عضو دوباره ترمیم می شود یا عضو دیگری می تواند که کار اون رو بکند یا به صورت جفت هستند، هدیه کردنش به یک فرد دیگر از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. و ایشون الان که دچار مشکل شدند این گناهی نداره برای ایشون، از نظر شرعی کار حرامی رو ایشون انجام ندادن و گناهی برای ایشون مرتکب نمیشه. یک احسانی رو کردن، لطفی رو کردن در مورد برای برادر خودشون، چه برادر اصلیشون باشه چه برادر ایمانی و اسلامیش باشه. در هر دو صورت الله متعال اجر و پاداش این فرد رو و برادر رو حتما ان شاء الله عنایت خواهند کرد. و این که خودشون دچار زحمت و مشکل شدن، قطعا هر کسی که بخواد یک عضوی رو هدیه بکنه به فرد دیگر کلیه باشد، خب با یک کلیه زندگی کردن مشکل تر هست و چه بسا که عوارضی رو داشته باشه، گرچه که یعنی حیاتش شاید به خطر نیفته اما چه بسا که عوارضی رو داشته باشه. حتی مثلا پوست رو هم وقتی که اهدا بکنن به فرد دیگری، بخواند که در واقع جراحی بکنن به کسی دیگر، مثلا این پوست رو در واقع ترمیم بکنن یا وصلش بکنن، خب یک عوارضی دردی عوارض دیگری رو در واقع دارد و بدین خاطر انسان گناهکار نمی شود. اما اهدا کردن یا فروختن عضوی که حیات یک انسان بر اون بسته هست و اگر اون رو اهدا بکند حیاتش از بین می رود یا یکی از حواس پنجگانش در واقع از بین می رود، اهدا کردن و فروختن چون این عضوی از نظر شرعی جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است که آیا استمناء گناه هست یا نه؟
در مورد استمناء در واقع روایات جعلی متعددی وجود دارد که به طور مثال روایاتی رو که سر زبان عامه مردم هست که میگویند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ناکح الید ملعون، اون کسی که با دست خودش ازدواج میکند یا نکاح میکند اون ملعون هست، اشاره به استمناء با دست هست. منتها این روایاتی در این زمینه وجود ندارد. به صورت کلی و مطلقاً روایتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته باشه که ایشون کسی رو که استمناء بکند با دست اون لعن کرده باشه، نفرین کرده باشه، یا یک حدی رو در دنیا ثابت کرده باشه یا عذابی رو در آخرت در واقع تهدید کرده باشند به عذابی، چون این روایتی صحیح نیست. روایتی که در این زمینه هست ناکح الید ملعونون، این روایات جعلی هست، ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی امام مولا علی قاری رحمت الله علیه این روایات رو جز روایات جعلی و موضوع خوانده. در این زمینه روایاتی که یعنی دلالت بر حرمت بکند به صورت مستقیم دلیلی وجود ندارد. منتها جمهور علما نظرشون بر این است که استمناء حرام هست. جمهور علما نظرشون بر این است که استمناء حرام هست و استدلالی که در این زمینه میکنند از کلیات آیات و روایاتی هست که در این زمینه وجود دارد. به طور مثال در سوره مؤمنون الله متعال میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، که الله متعال میفرماید آن کسانی که فروج خودشان را یعنی شرمگاه خودشان را، آلت تناسلی خودشان را حفظ میکنند مگر برای ازواج یعنی همسرانشون او ما ملکت ایمانهم یا کنیزهایشون، یعنی تنها برقرار کردن رابطه جنسی رو در این آیه الله متعال در این دو مورد در واقع منحصر کرده و الله متعال میفرماید که فانهم غیر ملومین، اینها در واقع ملامت نیستند. اما کسی که فراتر از اینها در واقع دچار کار دیگری بشود، شهوت خودش را به طریقه و گونه دیگری ارضا بکند، عموم فقها میگن این که جزء یعنی ملومین هست، یعنی که جزء کسانی هست که در واقع ملامت شدن. یا استدلال میکنند از روایتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که از ایشون سوال کردند که در مورد اخته کردن و خصی کردن که رسول الله جوانان سوال کردند که ما چیکار بکنیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که یا معشر شباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اگر کسی توانایی ازدواج رو دارد برای کنترل یعنی شهوت خودش ازدواج بکند و اگر ندارد فعلیه بالصوم، که در واقع روزه بگیرد که روزه برای اون در واقع جزء یعنی به معنی خسی کردن هست، به این معنی که در واقع شهوت را کاهش میدهد. و استدلال میکنند اگر راه سومی وجود میداشت رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع نشون میداد، در واقع نشون نداده، بدین معنی که راه دیگری که جایگزین باشد و برای دفع شهوت باشد در واقع وجود ندارد. از این کلیات آیات و احادیث جمهور علمای اهل سنت و جماعت نظرشون بر این است که این در واقع حرامه و اگر از نظر پزشکی واقعا ثابت شده باشه که برای بدن مضر هست، برای بدن مضر هست، اینو می شود در قاعده کلی شریعت که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اونو داخل کرد و جزء مواردی که حرام هست یا مکروه هست اینو در واقع قرار داد. اما تعبیری که من همیشه در این زمینه داشتم این است که یک کار غیر اخلاقی و غیر طبیعی هست و حتی بسیاری از علما در این زمینه مانند امام ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه نظرشون بر این است که هیچ گونه حرمتی در این زمینه نیست و این دلایل کافی نیستن برای اینکه ما حکم حرمتی رو در واقع برای این عمل ثابت بکنیم. نهایتا این است که یک کار مکروه و کار ناپسند و کار غیر اخلاقی و کار در واقع غیر فطری و غیر طبیعی است. جزاکم الله خیر. اعصاب دست گرفتن در نظر شرعی یا نظر دینی چه حکمی دارد؟ این سوال بعدی برنده است. عصا گرفتن در هنگام خطبه سنت هست، یعنی این ثابت هست که در هنگام خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم عصا به دست می گرفتند و عصا گرفتن در هنگام خطبه جز سنت های خطبه هست و اساساً در واقع سنت هست. اما به صورت عمومی در همه حال، یعنی در هر جا و در هر کجا در واقع این که عصا دست بگیریم جز سنت ها باشه این از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. یعنی هیچ روایت صحیحی وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم
همیشه عصا رو به دست میگرفتن. در هنگام خطبه بالا منبر که میرفتن عصا در واقع به دست میگرفتن. اگر واقعا همیشه به دست میگرفتن این حالت رو علمای در روایتی که اومده اختصاص نمیدادند که در این زمان عصا به دست میگیره. خب فرقی نمیکرد در هنگام خطبه و قبل از خطبه و بعد از خطبه هیچ تفاوتی رو نداشت. دلیلی در وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم در همه حال عصا رو به دست گرفته باشند و اینو جز سنت های همیشگی نمیتونیم قلمداد بکنیم. در حالت خطبه خواندن جز سنت ها هست و در حالت پیری فرض نه اینکه سنت باشه. یعنی در حالت پیری وقتی که انسان مجبور هست که در واقع عصای به دست بگیرد، اون که جزء فرضه های البته شرعی نیست، جزء فرضه های فطری و طبیعی هست که انسان وقتی که نیاز داره که به چیزی تکیه بده اشکالی نداره. اما این که جزء سنت بدونیم که پیر و جوان اینو در دست بگیرن به عنوان سنت، این از رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه حال ثابت نیست. درست. جزاکم الله خیر. خوابی که در حالت تکیه زده باشد آیا وضو رو باطل میکنه یا نه؟ خوابی که به صورت خفیف باشه، یعنی خوابی که انسان یعنی ولو اینکه تکیه زده باشد، اینو به صورت عمومی عرض میکنم، ولو اینکه تکیه زده باشد اما خوابش خواب خفیفی هست، به اندازه یک چرت هست، به زبان عربی نعاس هست، به گونه ای که خودش میشنود که پیرامونش چه اتفاقی میافتد یا صدای مردم را کم کم مثلا میشنود، یعنی به صورت کلی در حالت خواب فرو نرفته. این خواب شکننده وضو نیست. این خوابی که سبک باشه و به عنوان یک چرت سبک و کوتاهی باشه این شکننده وضو نیست. خوابی که خواب عمیق باشه که علما از اون تعبیر میکنن به صورتی که انسان از نفهمه که پیرامونش چه اتفاقی میافتد، اگر صدا بزنند اون رو نمیشنود، نمیداند که اطرافیانش صحبتی رو میکنند یا آب دهانش در واقع بریزد. اینا رو گفتن این خواب عمیق هست و این در نزد جمهور علما جز شکننده های وضو هست. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک معیاری رو قرار دادن برای خواب عمیق و خواب غیر عمیق. گفتند که اگر یک فردی به یک چیزی تکیه زده باشد، معیار اینو قرار دادند اگر اون تکیهشو بردارند، اون بالشت رو از پشتش بردارند، اگر بیفتد معنیش این است که این خواب عمیق بوده. پس بنابراین گفتند که در واقع وضوی شکسته. اما این یک در واقع راهکاری هست که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن. حتی خواب خفیف که هیچی، انسان اگر بیدار هم باشه گاه وقتی که بالشت رو بردارند انسان میفته، این دلیل بر این نیست که حتما خوابش در واقع عمیق بوده. معیار اصلی برمیگرده به خود شما. اگر خواب شما عمیق بوده که اصلا نمیفهمیدید که پیرامونتون چه اتفاقی افتاده و احتمال داره، چون که خواب در واقع مظنه در واقع شکستن وضو هست. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در مورد النوم و وکاء الصح که در واقع گره وضوی انسان و کنترل انسان در واقع همین العینان و وکاء الصح که چشمه ها در واقع گره وضوی انسان هستند. یعنی وقتی که چشم انسان فرو بسته بشه و خواب برود، یعنی بدن انسان در واقع شل می شود، چه بسا که احتمال دارد که بادی از شکمش در واقع خارج شده باشد متوجه نشود. اگر خواب عمیقی هست، در این صورت در واقع شکننده وضو هست. اگر خواب خفیفی هستی که داده میشنود، تلویزیون روشن هست، صدای قرآن هست میشنود یا صدای مردم را میشنود و اما یک چرت سبکی رو زده، در این زمینه و در این صورت انشالله که وضو نشکسته و وضو و نمازی که بعد از اون میخواند درست است. درست. و خود شخص هم گفت مخاطب مسافرت برام دعا بکنه، طلب دعا کنه انشالله. الله تعالی موفق سلامت باشین. آقای حبیبی گفتن که اگر شوهری به مسافرت رفته باشد و گم شود، اثری از اون نباشد چندین سال، زن تا چه مدت میتوند منتظر بمانه؟ بله، این یکی از متاسفانه مواردی هست که حتی در فقه اسلامی یعنی یکی از معضلات هست و تطبیقش شاید زیاد در واقع نمیدونم عملی نباشه. به صورت کلی این گم شدن شوهر را در واقع دو تا حالت داره. یکی حالتی هست که به صورت کلی گم نشده، یعنی احیانا ارتباط برقرار میکنه، یعنی بعد از چند ماهی، بعد از سالی، 6 ماهی مثلا احیانا ازش خبری میاد که فلانی رو ما در فلان جا دیدیم زنده هست. یعنی این جزء موارد نیست، یعنی این اصلا نمیشه گم شده حساب کرد. کسی که هر از چندگاهی ازش خبری میاد که فلانی رو ما در فلان شهر دیده شده، این به این معنی هست که در واقع زنده هست و زن این فرد نمیتونه ازدواج بکنه. اگر این شوهر زنش رها کرده باشه، یعنی من تو ذهنم اومد اینجوری
این که در مورد مفقود بود. در مورد اون کسی که یعنی رها کرده به صورت کلی، بله اگر رها کرده یعنی اصلا سراغ زنش رو نمیگیرد، نه اون رو به عنوان این نگه داشته که زنش هست و نه هم طلاقش میدهد که راحت باشه، یعنی رهایش کرده، ولش کرده، در این زمینه زن میتوند که از طریق دادگاه اسلامی بره و تقاضای طلاق بکند و طلاق خودش رو بگیرد. در مورد کسی زنی که شوهرشون رو رها کرده، گم نیست، هست و مفقود، جز مفقودین نیست و منتها رهاش کرده، بلا تکلیف اونو گذاشته، میتواند که بره و دادگاه شکایت بکند و طلاق خودش را بگیرد. اما بحثی که بیننده من داشتن در مورد کسی است که شوهرش الان گم شده، اگر هر از چندگاهی اطلاعی پیدا میکنند، از اون خبری میاد، این جز مفقودین حساب نمیشود از نظر فقه اسلامی و زن باید در انتظارش بنشیند، یعنی زن نمیتواند که با مرد دیگر ازدواج بکند. در صورتی که اصلا خبری از اون نیست، فرض کن یک فردی رفته گم شده و مفقود هست، هیچ گونه خبری از اون نیست، نه خبری از زنده بودنش هست و نه خبری از این که در واقع مرده باشد، هیچ گونه خبری نیست. در این زمینه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین امام شافعی و قول جدید امام شافعی رحمت الله علیه هم این باشه، این است که باید صبر بکنه تا زمانی که خبری از اون پیدا بشه، یعنی هیچ چاره دیگر نیست، صبر بکنه تا هر زمانی که خبری از اون در واقع زندهش ثابت باشه که یا زنده هست یا مرده است. در این زمینه استدلال کردن از روایتی که در مستدرک حاکم هست از حضرت مغیره رضی الله تعالی عنه ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امرأة المفقود امرأته حتی یأتی زوجها، که زن مفقود، یعنی اون کسی که شوهری که مفقود شده، هر وقتی که باز بگرده زن خودش هست، هر وقتی که بازگشت این زن در واقع همسر خودش حساب می شود. از این استدلال کردن تا هر زمانی، ولو این که تا 70 سال 80 سال 90 سال هم که باشه، در واقع گفتند که باید انتظار بکشه و در واقع تا زمانی که قطعی بشه یا مردنش یا در واقع زنده بودنش. این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بازم تقسیم کردند، یعنی تفصیل در این زمینه قائل شدند که اگر احتمال مرگش هست، یعنی در جایی گم شده که در واقع احتمال مرگش در واقع بیشتر است، به طور مثال در میدان جنگ مثلا گم شده یا مثلا در یک سفر دریایی مثلا در طوفان گم شده که احتمال مرگ بیشتر از احتمال زندگی هست، در این زمینه گفتند که 4 سال باید صبر بکنه، یعنی همسر مفقود، زن مفقود 4 سال باید در واقع صبر بکنه و این استدلال میکنند از روایتی که از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ثابت شده که در یکی اومد پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زنی که شوهرش در واقع گم شده بود، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ایشان گفتند تربصی 4 سنین، برو 4 سال انتظار بکش. بعد از این که 4 سال در واقع گذشت، دوباره اومد که الان 4 سالم گذشته، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بهش گفت که الان برو عدت رو بگذارن، یعنی بعد از گذشت 4 سال گویا که قضاوت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این بوده که این فرد در واقع مرده و به زن دستور داد که در واقع عدتش رو بگذراند و بعد از این که عدتش گذشت دوباره اومد پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر در واقع به اون گفت که با یک فرد دیگری ازدواج بکند. این قضاوت حضرت عمر این در صورتی است که ظاهرش هلاکت هست، یعنی ظاهرا این فرد در واقع مرده باشه یا در واقع مرگش احتمال قوی باشه. اما در صورتی که در مذهب امام احمد ابن حنبل در صورتی که مرگش قطعی نشده، یعنی احتمال زندگیش بیشتر هست، در اون زمینه گفتند که 90 سال باید انتظار بکشه، یعنی عملا یعنی همون حرفی که در مذهب امام ابو حنیفه است، یعنی تا زمانی که احتمال رجوع و برگشتش در واقع وجود داشته باشه. و در مذهب امام مالک یک تفاوت دیگری رو از یک جنبه دیگری این رو در واقع نگاه کردن، گفتند که اگر در دارالاسلام در واقع از گم شده، یعنی در میان مسلمانان گم شده، همون حرف حنبلی‌ها رو گفته، یعنی 4 سال در واقع انتظار باید بکشد، 4 سال انتظار بکشد. اگر در دار کفر و در کشور غیر اسلامی در واقع از گم شده، گفتند که باز همون حرف گزینه دوم مذهب حنبلی هست، البته گفتند که 70 سال، یعنی باید انتظار بکشه تا زمانی که یعنی خبر دقیقی بیاد. امروزه عموم فقها و علمای معاصر 4 سال رو در این زمینه معیار قرار دادن.
4 سال رو معیار قرار دادند که اگر احتمال زندگیش هست همون 4 سال رو در واقع در این زمینه انسان حداقل باید صبر بکند و بعد از 4 سال با رضایت طرفین یا با رضایت وکیل و اون کسی که در واقع ولی اون شوهر هست طلاقی رو صادر بکنند، طلاق بدهد، بالفرض هم که زنده باشد طلاق بدهد یا قاضی طلاق بدهد بالفرض زنده بودن و بعد از اون میتواند که با یک مرد دیگر انشالله ازدواج بکنه. تشکر میکنم از شما بابت این توضیحی که دادین. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که با کفش نماز خوانده. گفتن الان چرا نماز نمیخونن با کفش و در چه زمانی اجازه هست که با کفش نماز خوند؟ نماز خوندن با کفش در واقع لازمش یک حکم دیگری هست که در واقع تمام فقها اونو قبول دارند. تمام فقها اونو قبول دارند، یعنی مسح بر کفش. یعنی کسی وقتی که انسان وضو میگیرد به جای این که کفش رو در بیاد بر روی کفش مثلا مسح بکند، این از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت جایز هست. پس بنابراین نماز هم جایز است. البته نه اینکه دلیل جواز نماز این قیاس باشه. در این زمینه روایات صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به صورت صحیح ثابت شده که یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نماز می‌خوندند و کفش خودشون رو بیرون آوردند و صحابه هم به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم کفش‌های خودشون رو بیرون آوردند. بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که چرا کفشاتون رو بیرون آوردی؟ گفتند که یا رسول الله ما دیدیم که شما کفش خودتون رو در وسط نماز بیرون آوردید، کنار گذاشتید، ما هم به کفش خودمون رو بیرون کشیدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جبرائیل به من خبر داد که بر روی کفشت، زیر کفشت نجاستی هست، من به خاطر اون رو در واقع بیرون کردم. شما دیگه لزومی نداشت که در واقع کفشاتون رو بیرون بیارید. حکم نماز خوندن با کفش در زمان رسول الله بوده و امروزه هم هست. این جزء احکام ثابت هست که به هیچ عنوان منسوخ نشده و این حدیث دلالت بر نسخش در واقع نمی کند، دلالت بر اثباتش هست. در ادامه حدیث وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که شما چرا کفشاتون کشیدید، یعنی لزومی نداشت، در واقع این دلیل بر این است که این حکم همچنان وجود داره و حکم مسح بر خفین یا مسح بر نعلین و مسح بر کفش از نظر شرعی امروزه هم در فقه اسلامی در واقع وجود داره. اما امروزه با توجه به تغییر کردن وضعیت مساجد که مساجد در واقع فرش هستند، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرش نبودند، مساجد فرش نبود، خود مسجد النبی در واقع شن گذاشته بودند، یا کف مسجد شن و ریگ بود و خب طبیعی بود که با کفش در واقع انسان بیاد و بر روی اون نماز بخونه، هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. اما امروزه اگر با روی فرش انسان با کفش برود در واقع این به معنی این است که فرش رو در واقع کثیف می شود. به این خاطر در واقع نباید این کار رو انجام بدیم. اما در چه حالتهای جایز است؟ در هر وقتی که نیازی بود جایزه. انسان در مسافرت هست، کفش خودش را محکم بسته، خب اگر با کفش نماز بخونه هیچ اشکالی نداره. یک فردی در حالت ورزش هست، کفشای ورزشی خودش رو محکم بسته، به وقت نماز فرا رسیده هیچ اشکال نداره. اگر با وضو هست، یعنی در قبل از اینکه کفشا رو بپوشد وضو داشته، الان با وضو هست، میتواند با همون کفش نماز بخونه. یکی در حالت سربازی و نگهبانی در حالت جنگ هست، هیچ گونه اشکال نداره با کفشش نماز بخونه. در سفر هست، در بیابان هست، یا هر جایی که یعنی امکانش هست، هر جایی که امکان داشته باشه و دلش خواسته باشه، از نظر شرعی خواندن نماز با کفش هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما این که وارد مسجد بشود با کفش، این در واقع با یعنی با طبیعت و سرشت انسان و با اون نظافتی که در واقع در مساجد هست، این در واقع شایسته نیست. اما در بیرون مسجد، در جایی که نیازی هست و نمیتواند کفش خودش رو بیرون بیاورد، هیچ گونه اشکال نداره. حکم شرعی همچنان ثابت هست و میتواند که با کفش نماز بخونه. جزاکم الله خیر. بنده بعدی سوالشون این است که خوردن گوشت خرگوش و خارپشت حلال است یا نه؟ در مورد گوشت خرگوش هیچ گونه اختلافی وجود نداره در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت. گوشت خرگوش به اتفاق هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت حلال هست. دلیلش هم روایتی هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری هست که در یک سفری اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خرگوشی را شکار کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون تناول فرمودند. در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست، یعنی به اتفاق 4 مذهب اهل سنت و الجماعت در واقع حلاله. اما گوشت خارپشت در این زمینه اختلاف وجود داره در میان یعنی فقها و دیدگاهی که در این زمینه هست. مذهب امام ابو حنیفه و به صورت کلی
احناف در این زمینه این است که این مورد در واقع حرام هست و استدلالشون از روایتی است که در این زمین اومده در مورد قنفذ که از رسول الله صلی الله علیه و سلم که سوال شد که چگونه هست، رسول الله فرمودند که خبیث من الخبائث، خبیث من الخبائث، از این استدلال کردن که در واقع حرام هست و این روایت رو امام بیهقی رحمت الله علیه گفتن که خودشون البته شافعی از امام بیهقی گفتند که این روایت ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه جز مواردی هست که حلال هست و حتی مثلا احناف استدلال دیگری که در این زمینه کردن در مورد حرمتش این است که در واقع جز حشرات یا حیوانات شکاری در واقع اینو قلمداد کردند که مار رو در واقع شکار میکند و شوافع به خاطر استدلال از عمومیاتی که در این زمینه آمده که در مورد استدلال از آیات قرآن هست که چون که حرمتش به صورت قطعی و صحیح و ثابت از روایتی ثابت نیست یا از آیه قرآن به صورت مستقیم نمی شود که حرمت آن را ثابت کرد، در مذهب امام شافعی در واقع گفتند که حلال هست چون که دلیل قطعی و 100% برای حرمتش هم در واقع وجود نداره. امروز هم فکر کنم که رأی اکثریت علما بر نظر امام شافعی رحمت الله علیه باشه. بله، جزاکم الله خیر. اعتکاف کردن آیا درست است یا نه؟ بله، اعتکاف یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. عملا ایشون اعتکاف کردند، اصحاب اعتکاف کردند، همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه 10 شب آخر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می‌کردند. جایز است که انسان به اعتکاف بنشیند، یک شبانه روز بنشیند یا اینکه بیشتر بنشیند، به اختیار خودش است و جز سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اعتکاف یعنی لزوم مسجد به قصد عبادت، یعنی این که انسان خودش رو در مسجد نگه داره، حبس بکنه در مسجد بنشیند به نیت تقرب و عبادت، نماز خوندن، قرآن خوندن، این از نظر شرعی جایز هست و بلکه یک از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این است که نام میلاد برای فرزند پسر از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ میلاد یک از نظر معنیش اشکال شرعی نداره، جایز هست که بر فرزند بگذارن. میلاد به معنی ولادت هست، میلاد به معنی ولادت این از معنیش هست، اما از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد. اسم میلاد رو در واقع میتوانند بر فرزندان خودشون بگذارند. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از یعنی جواب سوال را از فقه حنفی میخواستن، مذهب امام ابو حنیفه گفتن که اگر زن میان دو ابروی خود را بردارد که دو ابرو جدا شود آیا درست است یا نه؟ بله، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یعنی فقهای احناف، نه اینکه مستقیما شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو، فقهای احناف خصوصا متأخرین احناف در این زمینه تصریح دارند که در واقع من جمله ابن عابدین اگر اشتباه نکنم در حاشیه خودش این مطلب رو ذکر کرده که حتی زن میتواند که در صورتی که شوهرش اون رو مجبور بکند، شوهرش اون رو امر بکند، میتواند که ابروی خودش رو هم بگیرد. بحث میان ابرو دیگه هیچ گونه اشکالی وجود نداره، جایز است به اتفاق علما که میان دو تا ابرو را، یعنی مویی را که بالای بینی باشد در وسط دو تا ابرو باشد به صورتی که دو تا ابرو رو به هم چسبونده باشه، اون از نظر شرعی نه در مذهب امام ابو حنیفه اشکالی دارد و نه در مذاهب دیگر. به صورت کلی جایز هست که گرفته بشود، اما از این که ابروی مرد باشه یا زن باشه، یعنی فاصله انداختن در میان دو تا ابرو و مویی رو که در این قسمت رویده بالای بینی برداشتنش از نظر شرعی حرام نیست و جزء و مشمول حدیثی که در این زمین اومده و نفرین کردن کسی رو که ابرو رو بگیرد، این جزء اون موارد انشاءالله قرار نمیگیرد. درست، جزاکم الله خیر. آقای الهی سوالشون در مورد این بود که در سجده میشود دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو خوان؟ بله، قبلا عرض کردم که در حالت سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد. نزدیکترین وضعیتی که انسان میتواند با الله خودش و با پروردگار خودش نزدیک باشد و تقرب بجوید در حالت سجده هست. فاکثروا فیها من الدعاء فقمن ان یستجاب لكم. در حالت سجده زیاد دعا بکنید و سزاوار هست که الله تعالی دعایتون رو قبول بکنه. یعنی نزدیکترین حالت و در واقع حالت تقرب در به
به درگاه الله متعال همون حالت سجده هست. به صورت عمومی فرمودند که زیاد دعا بکنید، یعنی هر دعایی رو که بلد هستید. قبلا هم عرض کردم که جایز هست ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، یا دعاهای دیگری اهم از دعاهای قرآنی، یا دعاهایی که از سنت ثابت هست بخوانید، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. حتی با زبان محلی خودتون هم میتوانید دعا بکنید. بالفرض اگر کسی دعای قرآنی بلد نباشد یا دعایی از سنت و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی بلد نباشد، جایز هست که هر دعایی را با زبان خودش و زبان محلی میتواند که در حالت سجده دعا بکند. منتها بیشترین دعایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده تکرار میکردند همین دعایی هست، هم در سجده و هم در رکوع. بعد از نزول سوره نصر رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله رو در دعای خودشون و در رکوع و سجده خودشون اضافه کردن: سبحانك اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی. و این بهترین و شایسته ترین دعایی هست که ما در حالت سجده بخوانیم. تشکر میکنم از شما. نماز وتر که 3 رکعت است با یک تحیات خوانده شود یا 2 تحیات؟ ولی مذهب جمهور علمای اهل سنت و الجماعت که در این زمینه دلایل از حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم در این زمینه دارد، 3 رکعت خوندنش با یک تحیات اولاتر و بهتر هست و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. یعنی شما 3 رکعت تحیات را با 1 سلام و 1 تحیات بخوانید، یعنی بعد از رکعت دوم ننشینید. قبلا هم عرض کردم که در مورد نماز وتر کیفیت های متفاوتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. 1 رکعت هم ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، که نماز شب 2 رکعت است. یعنی نماز قیام شب وقتی که میخوانید 2 رکعت باشه. و همچنین نماز روز اگر کسی میخواد که نفل بخواند 2 رکعت بخواند. و در ادامه روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که شما بترسید که صبح بشود 1 رکعت صلا رکعتا او تر ما کان صلا، 1 رکعت دیگر اضافه بکنه، 1 رکعت بخواند. این نماز قبلیش رو در واقع وتر میکنه. این 2 رکعت نماز بخوانید. وقتی که ترسیدید که فجر طلوع بکند 1 رکعت بخوانید. این نماز قبلی شما میشوند وتر. پس بنابراین 1 رکعت وتر هم وجود داره در مذهب جمهور علمای اهل سنت و الجماعت و 3 رکعت وتر هم هست، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت. این هم ثابت هست و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. 3 رکعت وتر را 2 صورت خوندنش جایز هست، یعنی 2 رکعت بخوانید سلام بدید و بعد بلند بشید 1 رکعت بخوانید، یا این که 3 رکعت رو یک جا با 1 سلام و 1 تحیات بخوانید. این هم جایز هست و از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دقیقاً مثل نماز مغرب نماز وتر رو میخونند. فقهای احناف به این در واقع فتوا دادند و استدلالشون از روایتی هست در این زمینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در مورد نماز مغرب المغرب و وتر النهار، که نماز مغرب وتر در واقع روز هست. پس علمای احناف و فقهای احناف وتر شب را بر وتر روز قیاس کردند و گفتند که پس بنابراین وتر شب هم با 3 رکعت با 1 سلام و 2 تحیات هم جایز هست. منتها این قیاسی هست بر این روایت که در واقع انجام دادن و روایت صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا وتر شب را مثل وتر نماز خونده باشند، چون این روایت صحیح در این زمینه وجود ندارد. اولاتر و بهترین است که انسان 3 رکعت را با 2 سلام بخواند یا 3 رکعت را با 1 سلام و 1 تحیات بخوانند. این با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر و ثابتتر هست. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگان هم لطف کنید که سوالا را آماده بکنید و از الان سوالا مشخص باشه تا تماس که وصل شد بلافاصله سوالا را مطرح بکنید بدون دیقه، چون که وقت کمه تا وقت زیاد گرفته نشه. سوال بعدی در مورد این بود، گفتن که وقتی که در خانه در جایی که قرآن گذاشته شده است اگر باد از معده خارج شود آیا کسی مرتکب گناه شده یا نه؟ نه، هیچ اشکالی نداره. در صورتی که در خونه قرآنی وجود داشته باشه، وضوی کسی بشکند در واقع، یا اینکه بادی از شکمش خارج بشود، یا فراتر از این مثلا همبستری کردن در خونه‌ای که مثلا در اون قرآن باشه یا کتب دینی باشن، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد و گناهی هم ندارد و الله متعال در واقع نمیخواد که ما رو در مشقت و زحمت بیاندازد که انسان در واقع اگر چنین حکمی رو ما ثابت بدونیم و قائل بشویم، حتی یعنی مراعات کردنش هم اولاتر هم نیست.
یعنی حتی این جزء مواردی که انسان مکلف باشه که موارد رو در واقع انجام بده، چون این حکمی از نظر شرعی نیست و الله متعال یرید الله بكم اليسر، الله متعال سادگی رو برای شما میخواهد و در این زمینه حکمی وارد نشده، یعنی هیچ گونه ممنوعیتی وارد نشده. هم به اصطلاح اگر وضوئی بشکند هم گناهی ندارد و هم اگر در خونه‌ای که قرآن وجود دارد هم بستری بشود باز هم هیچ گونه گناهی و معصیتی در این زمینه نیست و کاملا جایز است. جزاکم الله خیر. تماس وصل اولین بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تقدیم می‌دارم یک سوال شرعی داشتم محترم. بفرمایید سوالتان. سوال این است که در قرآن از این نشان آمده که خوردن گوشت از اهل کتاب جایز است. اینجا بسیار یک نقطه باریک است که دوستان بالا از این بحث کردن، خلاصه نتونستیم که جوابش پیدا کنیم. او است که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم اهل کتاب وجود نداشت. این در قرآن از این نشان آمده که گوشت از اهل کتاب بخورین، زمان که اهل کتاب ذبح کنه بخورین. این منظور و هدفش از کی است؟ اگر عیسوی‌ها و یهودی‌ها باشه اینا خو پیرو از اون کتاب نیستن که نازل شده بوده و پیرو اون کتاب انجیل که اصل بوده خو که نازل شده پیرو از اون نیستن. پس هدف از قرآن از این نشان اهل کتاب کی است؟ امیر ذبح چمیر بر ما تشریح کنن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی تشکر. سلامت باشین. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من میخواستم با جناب مولای عبدالقدس بعد از برنامه گفتگو کنیم. انشاءالله بعد برنامه تماس بگیرین صحبت میکنین انشاءالله. من فهمم. تشکر میکنم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، فقط سوالاتون رو بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. تماسشون قطع شد. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام باشید، حالتون خوبه؟ سلامت باشین. سلام برات خدمت استاد عبدالقدوس زغار و خدمت سلامت باشین. بعد یه سوال شرعی داشتم استاد. بفرمایید. که یه 2 روز از نمازها 5 وقت قضا شده، بعد مشکلی داشتیم، 2 روز نماز قضا شده، بعد از 2 روز 1 روز ما خوندیم، الان 2 روز بعد چجوری باید بخوریم؟ نفل بخوریم، قضایی بخوریم، چجوری باید بخوریم؟ سوال دیگه هم دارین؟ جان نه تشکری میکنم خدمت استاد و خودتون. سلامت باشه. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام خدمت شما مولانا صاحب، من از افغانستان تماس گرفتم، اسمم عبیدالله. یک سوال دارم. بفرمایید سوالتون. با مشنوین؟ بله بله. با خانواده خودم یک همه که با من بسیار بدی کردن دیگه، نسبت به او در کلم هم که کینا آمده. باشین صداتون یکم لوس کنین، صدا رو بلندتر کنین، صدا پایینه. میشنوین؟ بله صدا میشنوین ولی خیلی پایینه صدا. بله. سوال من این است که امی خانواده خسرم. بله. یک ذره من از اینا ناراض است و خفه هستم. یک نسبت به او یک کینه در دلم پیدا شده و این موضوع را هر قدر کوشش میکنم نمیتونم خود قانع بسازم. یعنی اونا را وقتی که میبینم که در یک موقف یا مقام یا پیسه و دیگه پیدا کرده، در خودم یک نوع حسد پیدا میشه. درست. دیگه میخواستم که این مولانا صاحب بکنم که چی باید بکنم. و سوال دومی است که کسایی که مثلا از خویشاوند هستن
مثلا آدمای خوب نیستن، برای دین برابر نیستن، چه رقم رویه و رفتار با اونا باید داشته باشیم؟ درست. و یک سوال دیگه هم دارم مولانا صاحب. بفرمایید. بعضی اوقات در جامعه ما معمول است که میگن که به خاطر از اینکه جانب مقابل خانه بسازن که گپ یعنی برش میگن که من بنده تو باشم اگه این کار کرده باشم. این گپ آیا مشکل دارش؟ درست. یعنی مثل یک قسم موره ثابت بسازه که من میگه راست میگم و ایت بگویه که من بنده تو باشم اگر دروغ بگویم. آیا این گپ دولت نادانی اگر باشه این شک نمیشه؟ درست. تشکر میکنم از شما. خدا سلام. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که تماس که وصل شد منتظر نباشن صدا از تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. صداتون خیلی پایینه، لطف کنید که بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم. صدای تلویزیون رو کم کنید، فقط از گوشی با ما صحبت بکنید. مولانا تو قدش بخونید. بفرمایید. تو دانید. بعد یک سوال داشتیم. بفرمایید. سوالتون؟ سوال داشتیم بعداً. این بعد از برنامه؟ همین سوال از این عبارت است که شخصی که به خودکشی دست میزند از بلندی خود را به پس آویزد و در حالت نفسی نتیجه که نمرد جنازه و سرزونه. درست. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. دارن تماس بیننده مشکل داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهراً بازم تماسش مشکل داره. تماس بعدی رو بس کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوال شرعی در باب نماز دارم. بفرمایید. سوالتون؟ در محله ما مثال کسی نخونه. الو. در محله شما کسی که نماز نخونه؟ در محله ما کسی که نماز میخونه انگشت سبابه میبازه آن را با هر گونه رویه های سلفی و وهابی انگشت سبابه برداشتن آنها را با تهمت گفتش. درست. تشکر میکنم از شما. یعنی سوال تقریبا فهمیدم، ولی بازم شما بیننده عزیز نگاه گوش میکنید به تلویزیون تا صداتون رو بشنوید و این باعث میشه که صدا تأخیر بیاد و کلا خط خراب باشه. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خوبی داداش؟ سلامت باشین. یه سوال دارم. بفرمایید. سوالتون؟ شبکه سنی هستش خب؟ بله بفرمایید. کجا تماس گرفتین مگه؟ میگم بریم سوریه جهاد کنیم شهید میشیم یا نه؟ یعنی به همراه بشار اسد؟ ها؟ با چه کسانی؟ با بریم تو گروه احرارشان.
انشالله پاسخ دریافت میکنید. همین الان منتظر باشم. انشالله بعد از میان برنامه پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنیم از شما. در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما ایضاً خواهیم بود. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. بیننده از هلند پرسیدن که نمازهایی که قضا شده باید چه وقتی انجام، یعنی آن را ادا کنیم یا بخوانیم؟ بعد از نمازهای واجب یا قبل از واجب و با اقامت باشه یا بدون اقامت؟ نمازهایی رو که قضا شده اصل بر این است که در اولین فرصت انسان باید بخونه. نمازهایی رو که شما خواب افتادید، فراموش کردید، به خاطر مشغولیت در واقع نتونستید سر وقت بخوانید، حکمش این است که در اولین فرصت و قبل از نماز بعدی باید این نمازها باید خونده بشه. و کسی که اون گونه که ایشون گفتن 2 روز رو نمازشون قضا شده نخوندن، 1 روز رو خوندن، 1 روز دیگر رو هم بخونند قبل از اینکه نماز بعدی بیاد. یعنی لازم نیست که ایشون صبر بکنه مثلا نماز دیروز نماز نخونده، لازم نیست که صبر بکنه که مثلا روز بعدش همون وقت نماز بیاد. یعنی نماز صبح را با نماز صبح قضا بیاره، نماز ظهر را با نماز ظهر، چون این نیست. بلکه قبل از این که نماز بعدی رو شما نماز صبح را نخوندید، نماز ظهر را نخوندید، قبل از این که نماز ظهر را بخونید باید نماز در واقع صبح را بخونید. قبل از این که نماز عصر را بخونید باید قبلش نماز ظهر اون روز در واقع خونده باشید. پس بنابراین اصل در قضای نمازها، یعنی نمازهایی که از شما قضا شده وقتشون گذشته، این است که در اولین فرصت و قبل از نماز بعدی اون نمازها را باید بخونید. و درست نیست که شما صبر بکنید تا اینکه نماز بعدی فرا برسد یا 1 روزی کامل صبر بکنید تا اینکه فرداش در همین وقت این نماز را بخونید. خیر، این اشتباه است. بلکه بر شما واجب هست که قبل از نماز بعدی اون نمازی رو که از دست شما فوت شده اون نماز را باید بخوانید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که از نمازی خواب افتاد یا فراموش کرد فلیصلیها، باید آن را بخواند وقتی که یادش میاد. یعنی به محض اینکه یاد شما اومد که نمازی از شما قضا شده باید اون نماز را در همون حالت، ولو اینکه اصلا وقت نماز نباشه، وقت نماز ظهر نباشه. به طور مثال شما از خواب بیدار شدید ساعت 7-8 از خواب بیدار شدید که نه وقت نماز صبح نه وقت نماز ظهره، اما نماز صبح رو در همون وقت باید بخونید، نباید صبر بکنید تا نماز در واقع بعدی یا نماز ظهر. پس بنابراین در اولین فرصت و به محض اینکه یادتون اومدی از خواب بلند شدید باید نمازی رو که از دست شما رفته و وقتش گذشته و فوت شده باید اون نماز را بخوانید. جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود این خواهر گفتن که در خانه سالمندان در هلند کار میکنن که کسانی که اونجا زندگی میکنن غیر مسلمان هستن و ایشون پول نمیگیرن در مقابل این کار، بلکه فی سبیل الله این کار رو میکنن. آیا ثواب دارد کارشون؟ بله قطعا این ثواب دارد، چه پول بگیرند یا اینکه در واقع فی سبیل الله به خاطر ثواب این کار را بکنند. چون فرد در واقع کسی که بهش خدمت گذاری میکنه یا مسلمان باشه و حتی اگر کافر که باشه در واقع این ثواب دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خدمت کردن به هر موجودی که در واقع کبد زندگی داره، یعنی موجود زندگی هست، شما بهش در واقع خدمتی رو و احسانی رو بکنید، این رو الله متعال در واقع ثواب داره و جزء اعمال صالحه در واقع حساب می شود. انسان که انسان هست ولو اینکه کافر باشد، حتی اگر کسی به حیوانی، به گربه‌ای، به سگی در واقع هم که احسان بکند، بهش آب و غذایی بدهد یا اینکه در واقع اگر بیمار باشد بهش کمکی بکند، تمام این موارد جزء اعمال نیک و جزء حسنات هستند، ولو اینکه اون سالمندانی که ایشون در اونجا کار میکنند ولو اینکه کافر هم باشند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد این بود که گفتن دست ها رو با الکل میشوریم، آیا باعث نجاست میشود؟ بله هیچ گونه اشکال شرعی نداره. الکل از نظر شرعی خوردنش حرام هست، اما استفاده های دیگرش بنابر قول راجح جایز هست، هیچ گونه اشکال نداره. و بنابر قول جمهور علما و یعنی قول راجحی که در این زمینه وجود دارد، حتی الکل جزء نجاسات هم نیست. الکل جزء نجاسات نیست، یعنی حکم الکل مانند حکم ادرار در واقع نیست. اگر بر لباسی بریزد یا آغشته بشه نماز با اون درست نباشه، جزء نجاسات نیست و استفاده های دیگرش غیر از خوردنش که در واقع مست کننده و نشه کننده هست، برای ضد عفونی کردن یا برای نگهداری مواد غذایی یا برای شستن دستان گونه که شما اشاره کردید، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، ممانعتی نداره و با همون دستها که آغشته به الکل هست شما میتوانید که نماز بخوانید. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد این است که گفتن در وقت نماز در هنگام تکبیره تحریم برای رفع یدین دست را نزدیک گوش ببریم یا در مقابل کتف؟
اون چیزی که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بلند کردن دست به برابر شانه ها هست، بلند کردن دست به برابر شانه ها که به این اندازه باشه و جمهور علما هم نظرشون بر این هست و روایات دیگری در این زمین هم وجود دارد که در حد در واقع گوش هم اومده. به این خاطر است که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک کیفیتی رو انتخاب کردند که بر تمام احادیث در اینجا هم صحیح و ضعیفش بر همه در واقع عمل بشود و گفتند که دست ها را به گونه‌ای باید بلند بکنند که کف دست یعنی به موازات شانه باشه و سر انگشتان در واقع به برابری گوش برسد، یعنی به این اندازه که بلند بکند، یعنی که بر همه احادیث در واقع عمل شده. اما روایاتی که در این زمینه صحیح تر هستند به موازات شانه ها به این اندازه اگر شما دست ها رو بلند کردید این در واقع سنت رو انجام دادید و خود در واقع رفع یدین کردن جزء در واقع سنت های عملی نماز هست. اگر کسی تکبیر تحریمی گفت بدون اینکه دست ها رو هم اگر نتونست بلند بکند هیچ اشکالی نداره، یعنی در نمازش اشکالی به وجود نمیاد و کیفیت بلند کردن دست از رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایات صحیحی که در این زمینه ثابت شده به اندازه شانه ها هست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن در قرآن کریم آمده است که گوشت های قربانی اهل کتاب را بخورید و جایزه، در حالی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله آن اهل کتابی که در قرآن از آن ذکر شده وجود نداشتند و در کل گفتن منظور از این اهل کتاب چه کسانی بودند؟ در این زمینه هیچ گونه شک و شبهه وجود نداره که الله تعالی در سوره مائده در اول سوره مائده در مورد طعام اهل کتاب صراحت داره در این زمینه که الله تعالی می‌فرماید الیوم احل لکم الطیبات، امروز چیزهای پاکیزه برای شما در واقع حلال قرار داده شد و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. این خیلی صریح آیه قرآن و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، که غذای کسانی که اهل کتاب هستند به اونها کتاب داده شده برای شما حلال هست. مراد از غذا در اینجا ذبیحه هست، وگرنه حبوبات که ولو اینکه کافری اونها رو در واقع کشت بکند هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد، بل اتفاق حلال هست. و مراد از این طعامی که در اینجا هست بنابر قول ابن عباس و دیگر صحابه و مفسرین مراد ذبیحه هست، این حیوانی که توسط اهل کتاب ذبح شده. الله تعالی میفرماید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، غذای اهل کتاب برای شما حلال هست و طعامکم حل لهم، و غذای شما ذبیحه شما برای اونها هم حلال هست. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، و همچنین حلال هست برای شما زنان پاک دامن و مؤمنه و زنان پاک دامن از اهل کتاب، یعنی همون گونه که برای شما جایز هست که با یک زن مسلمان ازدواج بکنید با یک زن اهل کتاب هم برای شما جایز هست که در واقع ازدواج بکنید، هم غذایشون حلال هست و هم ازدواج با اونها در واقع حلاله به تصریح آیه قرآن. و این آیه قرآن یکی از آیات صریح هست و دقیقه و در واقع نسخ هم نشده. منتها بعضی یعنی این اشکال رو وارد میکنند که در زمان رسول الله، برعکس این حرفی که این بیننده من زدند که در زمان رسول الله میگن که خب اهل کتاب وجود داشته امروز اهل کتاب وجود نداره. نه، اهل کتابی که در زمان رسول الله بودند و اهل کتابی که امروز هستند هیچ فرقی با هم دیگر نمی کنند. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تورات و انجیل تحریف شده بود، یعنی تورات و انجیل به صورت کامل در واقع وجودی نداشت و اهل کتابی که در اون زمان بودند اعتماد دقیق و 100% بر تورات اصلی و بر انجیل اصلی در واقع نداشتند. اما باز هم در همون زمان این آیه در واقع نازل شده. با وجود این که تورات و انجیل در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تحریف شده بوده و اونو تحریف کردند، باز هم الله متعال در واقع قضای اونها رو برای ما حلال قرار داده و زنهای اونها رو ازدواجشون رو برای ما در واقع الله متعال حلال قرار داده. و این که اهل کتاب یهود و نصارا هستند در این زمینه هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. اهل کتاب به تصریح قرآن و به تصریح آیات احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع یهود و نصارا هستند که الله متعال در سوره اسراء می‌فرماید و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، ما به موسی کتاب دادیم و انجیل را به عیسی الله متعال در واقع داده بود. و اهل کتابی که قبل از در واقع مسلمانان بودند و هیچ کتاب دیگری در واقع نبوده، قبل از مسلمانان انجیل بوده و قبل از اون در واقع تورات
تورات بوده. پس بنابراین اهل کتاب یعنی اون کسانی که معتقد به کتاب بودند، کتاب آسمانی برای اونها نازل شده بود، یعنی بنی اسرائیل از یهود و نصارایی که در واقع بودند، به تصریح آیه که من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اون کسانی که قبل از شما به اونها کتاب داده شده بود، یعنی یهود و نصارا هست. پس بنابراین ولو این که امروزه یهود و نصارا تعالیم بر تعالیم این در واقع تورات و انجیل به صورت 100% در واقع عامل نباشند، ولو این که در واقع تورات و انجیل امروزی تحریف شده هست، خب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این گونه بوده و این حکم رو رسول الله صلی الله علیه و سلم اجرا کردند و عملا در قرآن اومده. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونا داد و ستد داشتند. حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، زره اینها در ایشون در واقع رهن بود در بیش یک یهودی، یعنی این که در آخر عمرش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم با یهود در واقع داد و ستد و معامله داشتند و این آیه صریح هست و هیچ گونه غباری در این زمینه وجود ندارد. هم غذای اهل کتاب برای ما حلال هست، البته غیر از مواردی که در شریعت اسلامی حرام شده مانند گوشت خنزیر، و هم ازدواج با زنان اهل کتاب از نظر شرعی جایز هست و اشکالی نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که از خانواده همسرم راضی نیستم و از آنها ناراحت هستم، کینه به دل دارم و هر کاری میکنم این کینه از دلم بیرون نمیرود، چه کار کنم تا این مشکل برطرف شود؟ ببینید، انسان همیشه در قضایا و اختلافات خانوادگی که به وجود میاد، انسان احیانا دیدش یک دید قاصری هست، یعنی دید عمومی و دید کلی رو در این زمینه نداره، دیدش بسیار بسته هست. صرفا همون یک جنبه، به طور مثال یک حرفی رو که خانواده زده باشند یا خانواده خانمتون به طور مثال زده باشند، صرفا همین یک حرف رو شما در دل گرفتید و تمام قضاوت شما صرفا بر همین یک نقطه هست. خب این چرا این حرف رو زدن؟ هزار و یک احتمال داره. شاید اینو به نادانی زدن، شاید اصلا حواسشون نبوده، شاید منظوری نداشتن، شاید هدف دیگری داشتن، شاید سبق اللسانی بوده، شاید در اون زمان ناراحت بودند، عصبانی بودند، کنترل خودشون نداشتن. احتمالات زیادی رو داره. شما از میان تمام این احتمالات اومدید فقط یک گزینه رو انتخاب کردید که بله چون که با من دشمن هستند و از من بدشون میاد به این خاطر این حرف رو زدن. خب طبیعی هست اگر قضاوتشون تنها بر این یک نقطه باشه، این واکنشی که در واقع به وجود آمده این کاملا یک چیز طبیعی و فطری در واقع حساب میشه. اما شما برای این حرفی رو که زدند، خصوصا وقتی که از یک خانواده‌ای هست که شما چاره‌ای ندارید، از پدرتون هست، از مادرتون هست، از پدر یا مادر خانومتون هست، از کسی هست که شما با اونها در واقع چاره‌ای ندارید، باید با اونها زندگی بکنید، انسان باید 1001 تا دلیل بیاره تا اینکه این رو دفع بکند. این برای این که شما آرامش روحی روانی داشته باشید خیلی در واقع مفید است از این جنبه، و از جنبه دیگر، از جنبه دینی و معنوی هم برای شما خیلی ثواب داره. این که شما صرف نظر بکنید از این که کسی که به شما حرف بدی رو زده، به شما دشنام داده، شما در مقابل برایش دعا بکنید این رو ببخشید و گذشت بکنید، این هم یک فضیلت بسیار زیادی رو داره. حتی بالفرض این که خانواده خانمتون و همسرتون راضی نباشند که با شما تعاملی داشته باشند، رفت و آمدی داشته باشند، باز هم شما از نظر شرعی مکلف هستید که با اونها رفت و آمد بکنید. در این زمینه روایت بسیار جالبی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس الواصل بالمکافئ، لیس الواصل بالمکافئ. واصل یعنی اون کسی که صله رحم میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند اون کسی که صله رحم میکند اون کسی نیست که متقابلا صله رحم رو انجام میدهد، به خاطر مکافات صله رحم میکند. چون که اونها به خانه من اومدن زشت که من به خانه اونها نروم، چون که فلانی به من هدیه داده زشت که من به اون هدیه ندهم، یعنی در مقابل صله رحم اون صله رحم میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این صله رحم نیست که شما به خاطر این که فلانی با شما رفت و آمد داره شما رفت و آمد با اون داشته باشید. لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل، اما صله رحم کننده حقیقی اون است که الذی اذا قطعت رحمه وصلها، اون کسی هست که دیگران با اون قطع رابطه کردن این از طرف خودش صله رحم میکند، یعنی رابطه خویشاوندی خودش رو در واقع وصل میکند و این یک فضیلت بسیار بلندی داره. و این هم عرض بکنم که این مورد رو فقط کسانی میتونن انجام بدن که واقعا عزم داشته باشند، اراده داشته باشند، ایمان قوی داشته باشند به آیات قرآن، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اعتمادی داشته باشند بر ثوابی رو که الله متعال در واقع در مقابل این عمل که ناگوار هست برای نفسش اما انجامش میدهد به خاطر رضای الله، به خاطر اجرای دستور الله این عمل رو انجام میدهد، قطعا الله متعال هم ثواب بسیار بزرگی رو برایشون در قیامت مهیا خواهد کرد. جزاکم الله خیر.
4 دقیقه وقت داریم و 5 تا سوال بیننده بعدی گفتن که خود بیننده گفتن که کسانی که از خویشاوندان از نظر اخلاقی خوب نیستند با آنها چگونه برخورد کنیم؟ اگر کسی واقعا از نظر اخلاقی بگونه‌ای هست، منظورشون این است که فساد اخلاقی دارند، بگونه‌ای که وقتی که اونجا با اونا رفت آمد بکنند و صله رحم بکنند به خودش ضرری وارد می شود، به طور مثال فرزندانش بیدین برمیاد اگر با اونا رفت آمد بکنند، در این صورت جایز است که قطع رابطه بکند، اشکالی نداره. جزاکم الله خیر. در منطقهشون بیننده بعدی گفتن که برای قانع کردن کسی که با او برخورد میکنن اینجوری میگن، اینجوری قسم میخورن، میگن که بنده تو باشم اگر دروغ بگویم. این حرف چه جایگاهی داره؟ آیا گناه هست، شرک هست؟ من بنده تو باشم این حرف شرعی نیست، حرف خلاف شرع هست، هم در معنیش و هم در خود جملهش یک قسم شرعی در واقع شمرده نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله، اگر قرار است شما قسمی بخورید فقط به نام الله متعال قسم بخورید، نه به نام کسی دیگر. و این جمله از نظر معنیش هم اشکال دارد که ما بنده هیچ کس نیستیم، ما فقط عبد الله هستیم، بنده الله هستیم، حتی بنده رسول الله هم نیستیم، صرفا ما بنده الله هستیم لا غیر. این که من بنده تو باشم هم از نظر معنیش مشکل دارد و هم لفظش مشکل دارد و قسم شرعی در واقع شمرده نمی شود و یک قسم حرامی هست. درست. جزاکم الله خیر. کسی که خودکشی می کند آیا نماز جنازه دارد؟ در این که خودکشی یکی از گناهان کبیر هست، هیچ گونه در واقع شک و شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد. در روایتی که در صحیح بخاری و مسلم اومده صراحتاً از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه به صورت تفصیل بیان کرده که میفرماند من تردد من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جهنم یتردى فیه خالدا مخلدا فیها ابدا، که هر کسی که از بالای کوهی خودش رو پرت بکند و بکشد این در جهنم هست و خالدا مخلدا در آتش جهنم میماند. و در ادامه اومده که اگر کسی خودش را با سم بکشد در روز قیامت هم در جهنم هست، اگر کسی خودش را با چاقویی بکشد در روز جهنم هست و عذابش همین موردی هست که خودش در دنیا انتخاب کرده. یعنی اگر خودش را با سم کشته باشد در روز قیامت بهش سم میدهند، میمیرد، دوباره زنده میشود. یا با چاقو کشته باشد بهش چاقویی دستش میدن، با این چاقو خودش رو میکشد، دوباره زنده میشود، دوباره میکشد و این عذابش هست در روز قیامت. و در روایت دیگری باز هم که از ثابت ابن ضحاک از در صحیحین است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامه، همون موردی رو که در دنیا انسانی خودش رو با اون بکشد در روز قیامت با همون مورد در واقع عذاب داده می شود. این دلیل بر این است که این مورد جز گناهان کبیره است. خودکشی از نظر شرعی تحت هیچ شرایطی برای انسان در واقع جایز نیست و عذاب و وعید بسیار سختی در این زمینه اومده که خالدن مخلدن ابدا در آتش جهنم در واقع میماند. اما با توجه به اصول کلی که در این زمینه اهل سنت و الجماعت دارند که مرتکب کبیره رو در واقع برای همیشه در آتش جهنم نمیدانند، این به خاطر یک نوع وعیدی هست که در این زمینه در واقع وارد شده. وگرنه باز هم این قتل نفس چه خودکشی باشد چه اینکه کسی دیگر رو کشته باشند در محدوده گناهانی هست که الله متعال احتمال دارد اون رو در واقع معاف بکنند. اما در مورد این که ایشون گفتند که نمازی بخونند بر اون کسی که خودکشی کرده، روایت اومده در صحیح مسلم از جابر ابن سمره که یک فردی را آوردند که خودش را کشته بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اون نماز نخوندند، اما این به خاطر زجر بوده. معنیش این نیست که کسی که خودکشی بکنند نباید نماز جنازه بر اون بخونند. کسی که خودکشی کرده نماز جنازه بر اون خونده بشه، وگرنه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کسی که بر روی گردنش دین بود و مقروض و مدیون بود هم نماز جنازه نخوندند. این به این معنی هست اگر کسی میخواد فضیلت نماز جنازه پیامبر رو در واقع دریافت بکنه باید این موارد رو پرهیز بکنه و یک نوع زجری هست و یک نوع تهدیدی هست که در واقع انجام شده. نماز خوندن بر کسی که خودکشی کرده جایز هست، نماز جنازه، و همچنین دعای رحمت کردن برایش جایز هست که ان شاء الله الله تعالی او را معاف بکند. جزاکم الله خیر. و آخرین سوالم، رفتن به جهاد در سوریه و همراه گروهایی که تندرو نیستن آیا جایز است؟ کسانی که در سوریه هستند و کشورشون مورد اشغال قرار گرفته و از جهت ظالمان حکومت سوریه حیثیت و آبروی اونها و دین اونها در واقع زیر سوال رفته، برایشون جایز هست بلکه واجب و فرض عینی هست که در واقع جهاد بکنند. اما کسانی که دور هستند برای اونها فرض عینی در واقع شمرده نمی شود. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه هم تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.